سلام علیکم بچه، حالتون چطوره؟ اومدم با فال قهوه با کارت ماه به ماه براتون نیت کنم، ببینیم که چی در میاد براتون. از فروردین شروع میکنم. فروردین ماهی یه چند وقتی که خودتو زدی به بیخیالی و این بیخیالی هم خودتو هم اطرافیانتو داره اذیت میکنه. بابت مسائل احساسی یه جابجایی ها و تغییرات دارم برات میبینم. احتمالاً جابجایی منظور همون تغییره. احتمالا یک سری مسائلی که بینتون با پارتنرتون پیش اومده دستخوش تغییرات میشه و خیلی اوضاعتون بهتر میشه. از این بیخیالی بهتر که خودتو در بیاری، چون هم از نظر کاری مالی کلا رو رکود دارم میبینمت. برای اردیبهشت ماهی دارم میبینم که یه غم روی دوشته و نمیتونم با کسی در موردش صحبت بکنی. اردیبهشت ماهی این غمی که داری تقریبا رو وعده های 2 ایشالا تا آخر سال از اون برداشته میشه. از لحاظ مالی یه پولی رو دارم میبینم مثل یک معجزه یهویی به دست میاد، مثلا از آسمون اینجوری میپره داخل زندگی. یه مبلغ پولیه که خیلی خوب و قشنگ یهویی میفته تو زندگیت. از لحاظ احساسی هم برای من داره نشون میده که روی یه وعده گشایش و حتی دیدارم نشون میده. خرداد من این کارت خیلی جلب نظر میکرد برام. برای خرداد ماهی برش داشتم، داره میگه که خیلی لج و لجبازیایی رو داری و خیلی هم انگار که شکاکی به یه شخص. ببین اینجا بر من نجات پیدا کردن از یک سری بحران ها رو نشون میده. ببین چیزی که الان داری باش دست و پنجه نرم میکنی نجات پیدا میکنی و خودش هم میتونم بگم 2 ماه اول چیز میتونه باشه، 2 ماه اول بهار از این انرژی منفی نجات پیدا میکنی. برای تیر دنبال آرزو رفتن، دنبال کردن آرزوهاتو دارم میبینم، خیلی برات خوب افتاده. توی حالت خوشبختی دارم میبینم و حتی اگر به فکر ازدواج هستی این ازدواج رو داره به من نشون میده. کلا رو حالت بخت بلند رو انداخت برای من. برای مرداد ببین چند وقتیه که رفتی توی غار و احساس تنهایی میکنی، با کسی هم در ارتباط نیستی یا این که کلا میخوای تنها باشی. این حس چیزو دارم میگیرم که میخوای تنها باشی، کسی نباشه دور و برت. برای مرداد ماهی داره میگه که از این تنهایی در میای، دست خودت هم نباشه، از این تنهایی در میای. از لحاظ مالی یک سری پولها رو سیو میکنی، ذخیره میکنی که انگار مثلا یه خرج حسابی داشته باشه، مثلا خونه بخری، ماشین بخری، یه مبلغ پولی رو سیو میکنی که بعدش اون پول رو خرجش بکنی. خیلی خوبه، خیلی خوبه. این برای شهریور من اینجا سر اسب تکشاخ میبینم. بذار زوم کنم ببین اسب تکشاخه. رسیدن به رویا، آرزو، نمیدونم رسیدن به کراش، ازدواج با معشوق، همه اینا رو من برات میتونم بگم. کلا این که به قدرت رسیدن تو داره نشون میده. شهریور ماهی فوق العاده است، خودش هم به این زودیاست انگار. برای مه داره به من نشون میده که کلا یه چند وقتیه که شمشیر از رو کشیدی برای اطرافیان و انگار که یک ببین اینطوری شمشیر خورده خودت از لحاظ روحی حالت مناسب نیست. احساس یکم برای من چیزم نشون میده، افسردگی طورم نشون میده، ولی سعی میکنی که جلوی خودتو بگیری، این افسردگی رو کتمانش بکنی، ولی افسردگی دارم برات میبینم و این رفتارت به خاطر افسردگیه. برات رو 8 وعده انشالله 28م یا روی 8 وعده از این حالت نجات پیدا میکنی و اتفاقاتی میفته که این افسردگی رفت میشه. انشالله که نیاز به دوا دکتر نداشته باشی. برای آبان ماهی من اینجا دارم بلا تکلیف میبینمت، ولی از این بلا تکلیفی در میایی. اگه رقیب داری آبان ماهی پوچ میشه، رقیبت پوچ میشه. اگر دنبال مسائل کاری هستی، ببین بر آبان ماهی خیلی بیشتر از مسائل احساسی پول رو داره به من نشون میده. سکه های پولی و مسائل مالی رو داره نشون میده که بر آبان ماهی خیلی خوبه. آبان ماهی عالیه، پول به دستت میرسه، قدرت از لحاظ مالی برات افتاده. و آذر کلید افتاده، گشایش دارم میبینم توی بختت، کارت، هر چی که هست یه کلید خیلی خوشگلی داره به من نشون میده. هر چی که نیت کردی گشایش داره. آذر میگه یه مسئله هستش که سنگینیش روی دوشته، این مسئله رو قشنگ باش کنار میای، موفق میشی توش. مثلا اون سنگینی، اون بار مسئولیت رو قشنگ میبری چیزش میکنی دیگه، بار رو قشنگ به مقصد میرسونی. سنگینی که رو دوشته، گشایش هست روی نیتت 100% این معجزه بود که گشایشی دارم میبینم. دی
دی ماهی اینجا برای من ترجمهشون میده موفقیته ولی با سختی، یعنی چیزی که نیت کردی توش موفق میشی ولی سختی های راهش هم داری. 2 تا کارت برات اومد بیرون، از گریه و زاری نجات پیدا میکنی، اون چیزایی هم که چند وقتی ذهنتو درگیر کرده نجات پیدا میکنی. حس شما هم خیلی قویه دی ماهی. و بهمن ماهی اینجا برای من یه آقای هیکلی رو نشون میده، زیر پاش حلقه شکسته است، انگار که آقایی که یک بار جدا شده یه شکست عاطفی خورده از طرف این شخص برای شما یه گشایش هست، یعنی یه خوشحالی از طرف این آدم برای شما دارم میبینم. بعد امسال درسته که زیاد با به دلت نبوده بهمن ماهی، سال آینده هر چی نیت کردی تو سال آینده بهش میرسی. و اسفند برای من اگر نگاه بکنیم چکشا هستن که توی دادگاه میزنن اینطوری، دقیقا اونو داره به من نشون میده. یعنی یک شخص رو قضاوت کردی یا مورد قضاوت قرار گرفتی که میگه اینا همشون رد شدن داره، حل شدن داره، جابجایی ها، حتی مسافرت، نمیدونم مهاجرت هم برای اسفند افتاده، ولی به اشتباه قضاوت کردنتون هست. یا اینجا مثلا پارتنرتون قضاوتش کردیم که خیانت کرده، نمیدونم یه قضاوت اشتباه، من این حسم روی اینه که خودتون این قضاوت رو کردید که حل شدنش هم روی 6 بعد است. انشالله 6 ساعت 6 روز براتون اون مشکل حل میشه. ولی مهاجرت و جابجایی و سفر هم اینجا بر من نشون داد.